میلاد با سعادت کوروش کبیر 13 تیر ماه در روز 7 آبان مبارک باد. متاسفانه بعد از اینکه انگلیسی‌ها توسط رضا شاه اسم پارس رو به ایران تبدیل کردن، یهو بعد از مدتی این آبان هم توسط محمد رضا شاه علم شد و به عبارتی و یه هفته آبان برای خودشون درست کردن که هیچ ربطی به من و شما نداره. اما برای اینکه پرونده ها رو قشنگ اینطوری ببندم و بذارم کنار، عرضم حضور شما که تا ایرانی هایی که الان نشستن دارن این برنامه رو نگاه میکنن بعدها گوه اضافه نکنن و بدونن که هیچی از جهان نمیدونن، هیچی از تاریخ نمیدونن، اصلا کلا هیچی نمیدونن، فقط دینشون دین حاکمانه. حاکم ستمگر باشه، دینش سنی باشه سنی میشن مثل نادرشاه، حاکم ستمگر باشه دینشون شیعه باشه شیعه میشن مثل محمد رضا شاه پهلوی. حاکمشون عرضم حضور شما که دینش مثلا یهودی باشه زرتشتی باشه، همونطوریه و همون کارهای گذشته و سرها و به روی پاها و کونها و سمت هوا و تعظیم ها و پاچه خاری ها و گریه ها و این ذات ایرانیه. وقتی بهتون میگم ایرانی یعنی لجن، این ذاتیه که خداوند متعال همین ایرانی ها کاری کرد که در این مدت 80-90 سال ایرانی ها بفهمن چقدر بی‌ناموس بودن در طول تاریخ و همیشه پارسیان، یعنی من توی ریستارتی اومدیم و این ایران رو دستشویی کردیم توش و ایرانی ها رو نجات دادیم. ناجی تاریخ ایرانی ها رو که تربیت کنه و به پارسی تبدیل کنه من و توی ریستارتی و امروز با یک توضیح مختصر و مفید تلاش میکنم که پرونده کوروش حداقل در یک برنامه تا حدودی ببندم تا شما ریستارتی ها وقتی میکنید توضیح بدین به هر خر و گاوی در جامعه بتونید بهش بفهمونید چرا تو قدمت داری، چرا عظمت داری، چرا اینقدر آدم مهمی هستی بفهمید. و از طرفی چون الان جدیداً جمهوری اسلامی قبلا کوروش رو علم کرده بود، همینطور سیاستمدارای ایران میرفتن تو باسن کوروش، از این سمت هم رضا پهلوی و خاندان فرح و اینا میکردن خودشون تو باسن کوروش، هی کوروش و آرامگاه کوروش اینا. حالا چون ریستارتی ها ریختن میگا و کوروش و همه رو برداشتن، مطمئن باش به زودی جمهوری اسلامی قشنگ اعلام میکنه که اصلا کوروشی وجود نداره در جامعه. کوروش کی اصلا؟ کوروش وجود، تاریخ کوروش اصلا وجود نداره. اینقدر مادر قهوه همین اینترنشنال برده میزنه، همین بی بی سی میزنه، همین شبکه مناطق میزنه، فردا کوروش وجود دانشمندی یه مادر قهوه انگلیسی، حتما هم انگلیسیه، مادر قهوه حتما انگلیسیه، کشف کرده که ما کوروش اصلا نداشتیم. همینقدر. یه نتیجه گیری کلی کنم. ایرانیای بزرگوار خوشگل که باهاتون شوخی کردم، هر کسی قبل از اینکه انسان بشه حیوان بوده، انسان نما بوده. ناراحت نباش، به زودی به انسان تبدیل میشه یا پارسی خواهی شد. توی ایرانی برای اینکه بیشتر حرفای منو بفهمی 2 قسمت برنامه اسرار تاریخ رفتم. این اسرار تاریخ از زمانی که حضرت آدم به قول این بزغاله ها ظهور کرد، از نظر ما خرد و اندیشه وارد حیوانات شد تا حیوانات رو به انسان تبدیل کنه. حالا بحثای جدای در کتاب منشأ آدم توضیح دادم تا الان قرار توضیح بدم، یعنی باز کنم. ولی 2 قسمت داره اسرار تاریخ. این 2 قسمت رو شما برو بخون، گوش کن تو برنامه‌ها و اگه ریستارتی ها خواستی واسط بذارم تا حداقل یه چیزی رو بفهمی. و بخشی از اون رو تو قسمت‌های دیگه گفتم. یه کوچولوش هم برای اینکه کوروش و داستانش رو ببندم امروز توضیح خواهم داد. شما باید بدونید که بعد از اینکه حضرت آدم به قول این ادیانک‌ها، شریعت‌ها، ادیان یعنی شریعت، بعد از اون رسیدن به تاریخی که علم پیشرفت کرد، جهان برسید به جایی که با گیاه کاری میکرد، عمرها طولانی میشد، کچلیا خوب میشد، چشمها قوی میشد، با هم گیاه ها و سنگ ها. اینها یه سری چیزهای شناسایی کرده بودن به نوعی تا میرسه به طوفان نوح. تا اینجا تکلیف معلومه.
همه ادیان راجع طوفان نوح حرف زدن، به جز یه مش بزغاله آتئیست احمق گاف که بی سوادن. همیشه آتئیست‌ها بی سواد بودن در طول تاریخ، مگر اینکه از ما دانشی بهشون انتقال داده شده. به جز اونها که خلاصه احمقن مخالفن، بقیه افراد این اتفاق رو در همه ادیان وجود داره و نه به اون شکل طوفان نوح، اون چیزی که ما بعدها قبلا گفتیم بعدا هم میگیم. بعد از نوح اتفاقی افتاد، گروهی در سرزمینی کشتی نوح وایساد که اسمشو گذاشتن نوحاوند، که الان اینا میگن یعنی جهان که از بین رفته بود، حیوانات که از بین رفته بودن، همزمان دو سیارک به کره زمین خورده بود، از زمین و زمان آب اومد بود بالا، پس حیوانات داخل دریا کشته نشدن، حیوانات خشکی کشته شدن که دی ان اشون رو برداشته بود از قبل، نوح تیمشون برداشته بود، کاری نداره. دایناسورها، انسان نماها، به قول شاهنامه دیپا و اینا همه مردن. اوکی، کره زمین کسی نبود اصلا توش، یه کشتی بود که این کشتی آدم‌ها رو در جای جای پیاده کرد. آخرالامر هم این کشتی در نوحاوند سرزمین پارس به زمین نشست. از زمانی که 13 فروردین، روز طبیعت که میگن اینا برداشتن از تصوف فهمیدن، کشتی نوح به گل نشست، یعنی اومد آب فروکش کرد. اولین نفری که پیاده شد از نوح سوال کرد اسم این سرزمین چیه؟ گفت پارس. همین نام سرزمین پارس رو نوح گذاشته. حرف من قبول نری؟ زنگ بزن آشوریا، بازم گاوی، مندایا، بازم گاوی، زنگ بزن به همین یهودیا. اولین کسی که سرزمین اونجا رو گذاشت پارس جناب آقای نوح بود. حکومت آشوری تشکیل نشد چون چند تا آدم بودن، یه مش گوزن و گرگ و اینا هم بعدن تولید شدن و ماهی و غذا و از ماهیگیری. شما نگاه کنی میبینی قشنگ این فیلم ایج آف امپرز معلومه دیگه، یه تیکه روشنه قشنگ اول پیدایش داره توضیح میده برای نوح، بعد یه تیکه بعد اسکله بزنی ماهی بگیری و رشد کنه. حالا اولین دینی که در جهان تولید شد آشوریان بودن به نام دین نوح. الان آشوریان کجا؟ همون موقع هم در داخل اون کشتی آدم‌هایی سوار اون کشتی شده. اون کشتی که از آمریکا کسی سوار نکرد که، اون کشتی که خیلی ساده است داستان دیگه، نوح یه جا کشیش بود یه اسلحه سوار کرد دیگه، پس اون عده باید تو همون منطقه باشن، یعنی وسط تهران مثلا کشتی درست شد، نونوا ترکه و بقال گیلکه و اون یکی کرده و اون لوره و اینا سوار شدن دیگه. بعد چی شد؟ بعد دینی به نام دین آشوری تولید شد که اینها یواش یواش که دین تولید کردن شروع کردن حکومت هم تولید کردن. برای اولین بار حکومت تشکیل شد، اما حکومت رفاقتی و قبیله‌ای و اینا هیچ مشکلی نداشتن. همین قبیله ها مثل قوم لوط و ابراهیم که میگن لوط اون پسر عمش بود اون پسر خالش بود، اینا یواشاش که جمعیتشون زیاد شد، بعد از مدتی آشوری ها از تفکرات نوح دور شدن. وسط این دین آشوریا که رئیسش نمرود بود آخرین دوره ها، آقای نمرود آشوری، آخر این زمان نمرود مردی ظهور کرد به نام زرتشت یا همون ابراهیم که این آدم شد حکومت بعدی سیستم رو مشخص کرد. یعنی آشوریا دیدن که یه دین جدید اومده، پس عرفان و تصوف ابراهیم یعنی زرتشت رو فرستاد تا بشاشه دستشویی کنه تو دین از بین رفته کمدی مسخره جمهوری اسلامی آشوری، و این کار کرد.
کمکان سرزمین اسمش پارسه و کمکان در اون سرزمین چند تا گویش هم وجود داره. اما اواخر دوره آشوری‌ها یواش یواش چون به حکومت رسیده بودن یه خورده این زبان آشوریش مطرح شده. الان آشوری‌ها کیا هن؟ آشوری‌ها یعنی همین ترک‌ها. مثلا ترک یعنی آشوری، زبان ترک یعنی آشوری، آذری‌ها همه آشوری هن. برو تا قسمت‌هایی که رفتن تا عرضم حضور شما که کشورهای متفاوت رو اینا. ابراهیم اینطور تولید شد. بعد از آشوریان عرفان و تصوف اولین ریستارتی رو برای تشکیل حکومت پارس فرستاد، اسمش دیاکو بود. دیاکو اومد از خارمادر موبدان آشوری رو سرویس کرد، جمهوری اسلامی آشوری رو، و حکومتی تشکیل داد که به زبان پارسی حرف می‌زدن. اما خب مثل الان که شما میگی ایران یکی لوره یکی کرده و ایناست، اون موقع هم شکلی بود، یکی زبانش سامی بود که مال آشوریان محسوب میشد، به قول خودمون میگن یک نوع از سامیه، و زبان مثلا فلان بود. الان برای اینکه شما بدونید یه چیزی دیگه ممکنه خندت بگیره، نخند جون اومده، بدونید که الان زبان اعراب هم زبان یهودیاست، یعنی عبری هم عربیه، یعنی نژاد زبان عرب و نژاد زبان یهودی که الان تو اسرائیل هست به نام عبری، جفتشون عرضم حضور شما که از همین سامیان برداشتن. یعنی عربی یک لهجه‌ای که الان خوزستان هست، یک لهجه‌ای، یک گویشی از زبان پارسی بوده. حالا که هشتینی اومده، من شمالیه رو ارشا بردم اونجا، کرده رفته اونجا زندگی میکنه. زبان مادی مد شد که همون زبان پارسی بود. اصلا برای اینکه شما بدونی آقای دیاکو اومد و بعد سلسله‌شون که تموم شد توسط هخامنشیان، یعنی کوروش بعدش اومد، کوروش که زبان فارسی رو نیورد، که زبان فارسی بودی که ننه باباش همه خانواده حرف می‌زدن. که کوروش اومد چیکار کرد؟ اومد حتی خط همین زرتشتیان، چون دیاکو بعدش خورد زرتشت، یعنی حکومت زرتشتی تولید شد، دین زرتشتی، جمهوری اسلامی زرتشتی تولید شد، که بعد کوروش اومد خارمادر حکومت زرتشتی رو سرویس کرد، جمهوری زرتشتی رو، و بعد دوباره حکومت پارس دوران نوح رو علم کرد، زبان شد پارسی، همه پارسی حرف می‌زدن. خط خود همین آشوریان هم همون موقع و همین جناب آقایون زرتشتیان قبل از همین دیاکو هم چیز بود، پارسی بود. پارس از اونجا شروع شده، سرزمین اونجا اسمش اونجا پارسه. حالا بله یک قومی از پارسیا شدن یهود که تقسیم شدن. برای چه عربستان رفته بودن یهودی‌ها؟ برای همین، چون زبانش از قرآن رو به اولین کسی که قرآن رو میتونست بخونه همین یهودی‌ها بودن در عربستان، برای همین اونجا بودن. اصلا شما تا حالا پرسیدی از خودت که یهودی‌ها تو عربستان چیکار میکردن و چطور الفبای عربی بلد بودن؟ چون زبان عربی نبوده، الفبای خودشون بوده. این نکته مهمیه که بدونی اینا رو، که خود علی ابن ابی طالب ایدر به ابراهیم خودش اصلا یهودی مینوشته، یهودی میخونده، یهودی حرف میزنه، یهودی بوده. تکلیف مشخص، اصلا سیستم عوض میشه. بعد از این که دیاکو اومد سرزمین پارس رو از دست آشوریان نجات داد و دستشویی کرد توی جمهوری آشوری اسلامی اون موقع، پارسی‌ها دوباره قوی شدن، دوباره همین اتفاقات افتاد که همین زرتشتی‌ها اومدن و بعد حکومت زرتشتی دوباره تشکیل دادن، که بعد کوروش اومد زد خارمادر زرتشتیان هم به نوعی موبدان زرتشتی سرویس کرد، حکومت رو از زرتشتی‌ها گرفت، موبدان زرتشتی شد دوباره حکومت پارس. بعد چی شد؟ دوباره دوران داریوش، دوباره اینا اومدن موبدان زرتشتی دست در دست همون آشوریان اون پشت بودن تو حکومت، مثل اصلاح طلبای جاکش الان هستن تو وسط اینا میچرخن مادر قوا، اصلاح طلبایی که هم توی مشاورینش مال رضا پهلوی ان، جاکش ها دیگه اصلاح طلبای اینطوری ان. اون موقع آشوری اینجوری بودن. اصلاح طلبای الان وسط حکومت نیرو دارن، وسط کشور حسن روحانی دارن، خارج کشور رضا پهلوی دارن، جاکش عظیم تلویزیون اینترنشنال دارن، از اون و بی بی سی دارن مادر قوا. همین قدرت هم
آشوریا اون تاریخ داشتن. زرتشتی‌ها ریختن رو همدیگه با این آشوریان و دوباره حکومت از کوروش اینا گرفتن که بعد دوباره داریوش و اینا اومدن خلاصه زدن خارمادر اینا سرویس کردن و کشور پس گرفتن. نکته پس کوروش یهودیان نجات نداد، چون بعد از آشوریان که نوحی بودن و زرتشتیان که همون ابراهیمی ها هستن، بعدش دین جدید تولید شد به نام یهودیان که هم آشوریان میکشتن اینا رو، هم زرتشتیان میکشتن اینا رو. کوروش سرزمین پارس رو از دست این ایرانیای جاکش گرفت. پس کوروش ناجی سرزمین پارس بود دوباره. این پارسی که جناب آقای نوح گفت اینجا پارسه، پارسی که دیاکو رسید گفت اینجا پارسه، اینجا سرزمین پارسه. وسط این که این مردم رو، پارسی ها رو نجات داد، این وسط هم یهودی ها اون گوشه نجات پیدا کردن و گفت ما پارسی، ما با تو مشکل نداریم، ما مثل نوح دین ماه. ابراهیم میبینی میگن زرتشتی جلو گفت برای دین ماه، همه ریستارتی بود، از مشکل برو دین رو داشته، برو کشور اونجا، برو اونجا منطقه رو بهش. دوباره زرتشتی‌ها قیام کردن، این بار دست آشورا دوباره قیام کردن. اما این وسط رومیا و به قول دوستان کشورهای خارجی هم دست در دست اینا دادن، کودتای عظیم تولید کردن، خلاصه هخامنشیان رو از بین بردن. تموم شد، پارس تموم شد. باسنا رو صندلی آماده، مثل همین الان میگفتن رضا پهلوی رو میاریم و ایران تجزیه میکنیم و رضا پهلوی مثل استان فارس که با بزرگش درست کرده جاکش، استان فارس که قبلا نبود که بعداً درست شد، میفرستیم اونجا و بقیه تموم میشه. پولا که میخوریم و مردم هم خرن، همون ایرانی میمونن خر. که یهو گفتن این ریاست مثلا چیکار میکنه، ریاست چیکار میکنه. اون موقع هم همیشه شد کشورهای خارجی مادر قهوه دست در دست همین بی‌ناموسای آشوری و همین بی‌ناموسای زرتشتی مدرن زرتشتی دادن، کوروش کلا سیستمش جمع کردن. این بار اتفاق نادری افتاد. قبلا از این یونانی ها که اومده بودن توی سرزمین پارس فیزیک و شیمی و ریاضیات گفتن، یه شاگردی از وسط اینا اومد بیرون که شد سقراط و افلاطون از اینا تولید شد. از اونجا یک بچه‌ای به دنیا اومد به نام ذوالقرنین، یعنی الکساندر یهو قیام کرد. الکساندر اومد زد خار مادر موبدان زرتشتی و تمام اینا جمهوری اسلامی رو، سپاه و بسیجشون خار مادرشون سرویس کرد، کشور رو گرفت. با این که کشتنش، این آقامتر قاجار که کشتن، این هم کشتن. اما یاراش چون از عرفان تصوف اومده بودن، از فیلسوفان بزرگ تاریخ یونان اومده بودن، از فلسفه یونانی که از این فلسفه پارس نشأت گرفته اومده بودن، وایسادن یه حکومت تشکیل دادن به نام اشکانیان. بعد از این دورای اشکانیان دو سه دفعه این موبدان زرتشتی رو قیام کردن، کنترل کردن، دوباره گرفتن، کنترل کردن. آخر ساسانیان تشکیل شد که این بار یک کار مهم کردن، حمله کردن حکومت کل هخامنشیان رو از بین بردن، تاریخ اشکانیان رو با خاک یکسان کردن که چیزی از گذشته نمونه که چند تا سکه مون، و گفتن حالا بیایم کشور خودمون ساسانی‌ها پادشاه جدیدیم ما. که بعد از یزدگرد یه چند سالی این بزغالا اومدن اسم ایران رو مطرح کنن، بچسبونن به زبان آرامی فلان. زبان آرامی که بدونید چیه، گلکی، مازنی، گلکی، اون خطه زبان آرامیه. رو بگم فردا با کشور میگیریم به جای گلکی میگیم که دلنگا، میگن این زبان جدید، زبان جدیدی، همه هم جدید حرف میزنن. و بعد کشور رو گرفتن، ساسانی داشتن. بعدش یزدگرد، بعد از دوران یزدگرد اومدن کشور اسمشو بزنن ایران که خداوند بهشون لطف نکرد. این بار الکساندر الکساندر به قول خودمون حالا به نام عمر ابن خطاب اومد زد خار مادر اینا سرویس کرد و سرزمین رو به پارس دوباره تبدیل کرد. که در تمام احادیث همین شیعه
اسکل که نشسته تو مسجد نماز میخونه مثل گاو، همینطوری پیامبرش، اماماش همه گفتن سرزمین پارس، بلاد پارس. وقت زمان محمد شاه بیناموس اسم کتابای ما شده فارسی، به جای اینکه بنویسن پارسی بنویسن فارسی. دختر خوب، پسر خوب، سرزمین رو از اول بوده. ما هی قیام کردیم، مثل الان قیام کردیم، کشور رو از دست ایرانیای جاکش گرفتیم، دوباره زبان خودمون گرفتیم، گفتیم آقا همه به یک زبان حرف بزنیم، فارسی. لور بزرگ است، اما برای اینکه من کردم تو لوری، برای اینکه بتونیم با هم حرفمون رو بفهمیم، چون خیلی کشور بزرگی هستیم، بیایم فارسی هم حرف بزنیم. زبان رسمی شد فارسی دوباره. کدوم تاریخ؟ هرودوت، ما در قبل هرودوت 35 تا 40 درصد تاریخش از کلا رو حواس، اصلا از چپ زده به راست، از راست زده تو چپ رفته. اما بریم سراغ مطلب امروزمون. نکته که بعد شما یه ساعتی ها بدونید اینه که از امروز تا 6 آذر چه کار خواهیم کرد. این بار ما به جمهوری اسلامی خارج از کشور حمله میکنیم و به سرزمین پارس و ایرانی ها میفهمونیم که جمهوری اسلامی داخل کشور همون جمهوری اسلامی خارج از کشور. این کاری که ما باید الان انجام بدیم، یعنی پاشنه آشیل اینا رو تو 5 نقطه باید بزن. پاشنه آشیلشون چیه؟ الان چه شباهتی داره بین جمهوری اسلامی و شبکه من و تو و شبکه خبر؟ هر دو ایران میکنن که میدونیم، رفتیم. هر دو فریادهایی میزنن برای اینکه ما کی ما چی، به هم پاس گل میدن. اما این رو باید پمپاژ کنیم تو جامعه که برای اینکه بعد از 6 آذر ما خواستیم حرکتی بکنیم، همه زیر این غلطک و غلطک اندیشه و خرد ریاست دیگه له شده باشن. یعنی باید با تمام قوا این حرکت رو انجام بدید. پس از فردا شما ریاست‌ها ها میرید به سراغ این که به ایرانی‌ها بفهمونید که چرا اینترنشنال تجزیه طلبه، مثل بی بی سی. چه دشمنی انگلیسی ها با ما دارن؟ 746 میلیون دلار هزینه شبکه اینترنشنال شده. این پول کجا آمده؟ کی این پول رو داده؟ حالا شبکه من و تو اقلا فیلم سکسی پخش میکرد، یا خود مسابقات سکسی پخش میکرد، یه برنامه میسا، 1.5 میلیارد دلار پولش اومده. 1.5 میلیارد میدونی یعنی چی؟ که یعنی 45 سال بودجه کل صدا و سیما جزوی. برای اینکه تو ایرانی سر تا کونه در راه حرف میزنم، از اون یه تیکه میندازم برای اینکه بفهمیم. 45 سال هر چی بودجه جمهوری اسلامی صادر کرده واسه همه افراد در شبکه تلویزیونی ایران برابر پولی که بودجه‌ای که شبکه برای خرجش کرده. چرا این هم آقا حسینی برای اینکه تجزیه کنه ایران؟ هدفشون اصلا کلا تجزیه ایران، هیچ هدفی دیگه ندارن. برای همین تا ما اینو میگیم همه عصبی میشن. یعنی خود اینترنشنال تبلیغات میکنه. پس شما باید برید یواش یواش تو مترو، تو خیابون، تو مدارس از مردم سوال کنید، بگید ببخشید ما ریاست‌ها چون سواد که نداریم که، یا آدم ساده ما 5000 تا کتاب خونیم، کتاب که سواد نداره این نمیاره که. حالا مثلا چند صد تا برنامه گوشه یا خودمون کتابش افکاری داریم از عرفا و حافظ میشن مولوی، سواد نداره. شما ایرانی‌ها خیلی با سواد، خیلی اندیشمند، خیلی. چند تا سوال ساده ما ریاست‌ها پرسیدیم چون نمیفهمیم، از شما میپرسیم. چرا تلویزیون اینترنشنال، بی بی سی، عرضمشون رادیو فردا، وایس آف آمریکا، من و تو، چرا اینا نمیگن مرگ بر خاتمی، مرگ بر حسن روحانی؟ مرگ بر احمدی نژاد، تازه با شیوع خود فاصله داره، چرا نمیگن؟ مرگ بر هاشمی رفسنجانی، چرا نمیگن؟ چرا الان شبکه اینترنشنال دست همون من و توی قدیم، همون بی بی سی حسن روحانی رو مطرح میکنه؟ زمان چند سال پیش سوال میکنه، آقا ببخشید من یه سوال خیلی مهمیه، تلویزیون ما من و تو رو داشتم نگاه میکردم، میگفت شاهزاده، من عاشق شاهزاده ام.
اگه خودمون شازده بگو آقا حسینی نه تبلیغ میگیم بزغال تبلیغ بگو همین آقا میگفت سلطنت طلب شاهزاده شاهی زاده، ما گفتیم خب سلطنت طلبه، یه شبه بنفش شدن اینطوری کرد. ببین این مطالب حقیقی پاشنه آشیل ایناست. یعنی جمهوری اسلامی دست در دست شبکه‌های رو، جمهوری خارجی اسلامی و داخلی اسلامی، اینا پاشنه آشیل همین تبلیغاته. من و تو رسانه‌ایم. این حرفی که پاتریوت‌های آمریکا دارن میزنن we the people، ما مردمیم، ما باید ناجی باشیم توی این حرکت، ما باید به مردم پمپاژ کنیم، این بار قشنگ بازی رو باز کنیم، بگی این اینترنشنال و این بی بی سی اینا چرا دنبال تجزیه ایرانن؟ چرا از رضا پهلوی تعریف میکنن؟ هر وقت که رضا پهلوی داره میخوره زمین، دست در دست جناب آقای حسن روحانی و اصلاح طلبها میدن. بعدم توضیح بده، بگی مشابه میبینی این بزغاله کچله رو؟ بگو این کچله هم بی بی سی بوده، این کچله هم تو اینترنشنال کارشناسه. در بی بی سی جنبش ریاست که حرکت کرد، اومد رفت تو جلسه گذاشت با این گروه های سیاسی دیگه، گفتش که ریاست داره کشور میگه شما چرا ساکتین؟ شما چرا اینقدر ساکتین؟ چرا حمله نمیکنین به ریاست؟ همین کچله امروز دوباره برنامه رفته. این کچله جایی چقدر بامزه است. دوباره اون موقع اول نفری با ما حمله کرد اصلاح طلبها همین کچله بود. الان هم که به ما داره حمله میکنه، اولین اصلاح در اینترنشنال همین کچله در اینترنشنال بود. یعنی اون موقع تو بی بی سی این کچله با ما حمله کرد. یعنی ما هر جا میریم یه کچله میپره بیرون، با چند تا کچل دیگه با ما حمله نمی‌کنن اینطوری. کچل به کسانی میگن که مغز ندارن، رنگ مو ندارن. باشه. از فکر ندارن. حالا کچل ناراحت شدی مهم نیست. جامعه داریم رو هوا خار مادر ملت سویچ چه کچل منو میگه. ولش کن، مهم کی کچل، من کچل، تو کچل مهم نیست. اصل موضوع اینه. شما ریاستی باید برین حمله کنید به همین. بگید که چرا اصلاح طلبها همیشه هستن؟ دو، پس پاشنه آشیلتون حمله به اینترنشنال. معناتو رو زیاد فقط معناتو رو بهشون بفهمونید که سلطنت طلب بود شد بنفش، فقط همین در همین حد خط. حمله به اینترنشنال و بی بی سی و فاش کردن اینکه جمهوری اسلامی خارج از کشور و داخلش با هم. دو، پاشنه آشیل دوم چی؟ یعنی اینترنشنال ما چیکار کنیم عصبی میشه. انگلیسی‌ها ما چیکار کنیم دستور بده خودشون. سپاه ما چیکار کنیم دستور بده خودش. اصلاح طلبها ما چیکار کنیم دستور بده خودشون. اینا پاشنه آشیله. پاشنه آشیل دوم اینه که مردم بفهمونید جنگ بین وزارت اطلاعات و سپاه. وزارت اطلاعات یعنی حسن روحانی و خاتمی و عرضم حضور شما که زن آقای میرحسین و ما راجع به میرحسین حرف نزدیم، زن آقای میرحسین و رضا پهلوی و فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی و اینا سمت راست، یعنی کسانی که برجام قبول دارن دیگه، ساده است دیگه. برجام اومد افتاد وسط. هر کی برجام قبول داره اصلا هر مادر قبه‌ای برجام قبول داره حتما اصلاح طلبه، حتما رابطه داره با شبکه اینترنشنال، حتما با بی سی، حتما با انگلیس، حتما با فرانسه، حتما با دموکراسی آمریکا، حتما با آلمان. به مردم میگه شما میدونید جنگ این دو تاست؟ یک گروهی که برجام قبول ندارن به نام سپاه، یک گروهی که برجام قبول دارن. پس توجیه و توضیح به مردم بدید توی این موضوع که پاشنه دوم این حرکت‌ها ایناست. سوال سوم که پاشنه بسیار مهمیه که شما باید به خانم‌ها بگید و به آقایون یا بچه‌های گارد ویژه، میتونم به جاهای دیگه بگم، اینی که بگید آقای حسینی بیاد یک هم جمهوری اسلامی 2500 هم میخواد بگیره، هم به جمهوری اسلامی جاسوس میخواد حمله کنه، خارمندش سرویس میکنه، هم به خاندان پهلوی. چرا؟ چون جنگ ایران و عراق رو فرح تولید کرد. یعنی ترسی که سازمان امنیتی و کشورها و رژیم ایران و اینترنشنال اینا دارن چیه؟ اینی که مردم داخل بفهمن جنگ عراق رو فرح تولید کرد. بریزین تو مذهبی ها توضیح بدین. یعنی پاهاتون رو میزنین رو 5 تا پاشنه آشیلی که این وسط هست، روی این 5 تا نقطه و پوینت و فشار میدید تا مردم یواش یواش خودمون سانسور اینترنشنال رو بشکنیم.
مگه ما سانسور اینترنشنال میشکنیم؟ بله سا مادر قبی داره خودش سانسور میکنه تو کشور. این میشه خودسانسوری. ما در داریم خودسانسوری اینترنشنال، خودسانسوری سپاه، خودسانسوری وزارت اطلاعات، خودسانسوری فرح دیبا، خودسانسوری رضا پهلوی و انگلیس و فرانسه و آلمان میشکنیم. ما میخوام بگیم که ما که سانسوریم، ما نمیخوام دیگه اینترنشنال سانسور باشه. ما دیگه واقعا نمیخوام رضا پهلوی تو ایران سانسور باشه. ما واقعا دیگه نمیخوام بچهای سپاه سانسور باشه، بچهای بسیج. ما دیگه نمیخوام انگلیس توی سرزمین سانسور باشه. ما باید سانسور اینا رو بشکنیم، بگیم چه مادر قهوه‌ای اینا. این راز بزرگی که شما باید تا 6 آذر ادامه بدید. پس ایرانی پارسی سر جاشه، میگا ماگا سر جاشه. کوروش هم با این برنامه که رفتم ازشون گرفتیم، ما مهم نیست اینا. به حال الان فعلا الان اسب کوروش هم گرفتیم، یه خر مونده تو خیابون، اینا دارن تقریبا هم با هم میچرخن، زیاد مهم نیست برامون. و توضیح و تخریب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و اتحادش با جمهوری اسلامی داخل کشور و ایجاد تفرقه بین تمام گروه‌های سیاسیشون با هر زبانی. مهم نیست تو چی میگی، مهم اینه که اون چی میگه. برای همین خاطر وقتی اون چی میگه من از تو حرفاش میفهمم که او اتاق فکر داره بسیج داره تو اون منطقه چیکار میکنه، اتاق فکر بسیج تو مسجد داره چجوری مخ میزنه. و آخرین نکته‌ای که باید بگم اینه که به هر حال گروهی از ریستارتی ها خودشون رو دارن آماده میکنن و میگن که آقای حسینی شما امپراتور مایی، سرزمین ما سرزمین پارس، زبان ما پارسی، ما لوریم، کردیم، آذری هستیم، بلوچیم، ترکمنیم، اهوازیم، اما ما در اصل گارد ویژه امپراتوری پارس هستیم و مثل شاه اسماعیل یکم صفوی در جنگ چالدران که بیهوش کردن شاه اسماعیل یکم صفوی رو و نجاتش دادن، هر زمانی که ما تصمیم بگیریم دیگه حرف شما رو گوش نمیدیم و در اصل شاخه نظامی اپوزیسیون ریستارت رو اعلام میکنیم خودمون و شروع به کشتار میکنیم. ما اعتقاد داریم اون 2500 نفر نباید به دادگاه برسن، همینطور که جمهوری اسلامی هویدا رو نذاشت تو دادگاه کشت و خیلی ها رو نذاشت به دادگاه برسن، همینطور که جمهوری اسلامی نذاشت فرح دیبا و رضا پهلوی به دادگاه برسن و فرستادشون و حساب مشترک بین هاشمی رفتن یا فرح دیبا باز شد و همین پولها داره خرج شبکه من و تو و انگلیس که $1 همه میدونن اصلا دیگه. حرفشون درسته، میگه انگلیس که $1 خلاص ما انگلیس زندگی کردیم، انگلیس $1 نمیده. انگلیس برای اینکه $1 بده به همتون تجاوز میکنه، $1,000,000 پول داده. و حرفشون کلا اینه، میگن که ما داریم میریم به سراغ تولید شاخه نظامی امپراتوری پارس و اجازه بدید که ما چند مدتی حرف شما رو گوش در این مورد نکنیم. هر کسی به هر ایرانی یا هر پارسی حمله کرد، گرفت و زندان کرد یا ستمگری کرد، ما مثل زورو و مثل رابین هود که همه دنیا عاشقشن میخواهیم که تلافی کنیم اونجا. من این خبر رو دادم برای اینکه به من اصلا ربطی نداره، اینا خودشون و کار نمیتونن بکنن، واسه چند $4 نمیده. من میذارم تو سرم، من بهوش میشم و میرن دیگه میکشن و خودشون هم گفتن ما مسئولیت خودمون به عهده میگیریم. یعنی دارن آرم درست میکنن، پلان میکنن، یعنی چه کاری که اصلا خوش میگن چی اینو کش میگن گارد امپراتوری پارس و اسمی از من نیست. برای میگه آقای حسین دستور شما واقعا فراخوانی ندارن راجع به این قضیه. ولی اینها به این نتیجه رسیدن که باید خودشون آماده کنن. چون 25 دسامبر نزدیک است. یه CD ظهور نزدیک بود اینجا که دادم بیرون، حالا CD 25 دسامبر نزدیک هستم باید بیاد بیرون تا دوستان بتونن ببینن چه خبر است. تلویزیون اینترنشنال اسکول، تو مال بن سلمان نیستی، تو مال انگلیسی، تو بچه نطفه حرامزاده انگلیسی هایی.
تا 6 آذر وقت داریم. یادتون باشه ما یه تفاوتی با بقیه هم داریم دیگه. معمولی با منظور. ما وقتی باز تشکیل میشه از اون سوال میکنیم، میگیم چرا مردم کشتی؟ چرا دروغ گفتی به مردم تجاوز کردی؟ چرا این همه دخترهای مردم، پسرهای مردم جنده و جاکش کردی؟ چرا این همه دنبال تجزیه آمدیم؟ من مأمور بودم و معذور. من تولید میکنم مأمور و معذورهای بزرگ در سرزمین فارس که میگم چرا یارو رو آویزون کردی؟ چرا خارمادش سرویس کردی؟ چرا چوب کردی تو کون باسن فرح دیوار؟ میگه مأمورم و معذور. چرا زدی خارمادر این سپاهی رو سرویس کردی؟ چرا خارمادر اون بسیج سرویس کردی؟ جواب اونها همینه. آقا حسین ببخشید ما مأموریم و معذور. همون حرفی که الان گارد ویژه امپراتور پارس داره میزنه، میگم چرا میخوای شاخه نظامی تولید کنیم بدون اجازه من؟ میگه ما مأموریم و معذور. ای سرور من، ای امپراتور ما، ای کینگ محمد. بدرود میفرن.